فیلم جهان زیرین داستان نبرد پنهانی بین دو گونه فراتبیعی، خوناشام‌ها و گرگینه‌ها را روایت می‌کند. سلین، یک جنگجوی خوناشام، در میان این جنگ 1000 ساله زندگی می‌کند. وقتی متوجه می‌شود که گرگینه‌ها به دنبال یک انسان مرموز به نام مایکل هستند، تلاش می‌کند او را نجات دهد. در این حین، رازهایی درباره گذشته و دلیل واقعی این جنگ بزرگ برملا می‌شود. فیلم با جلوه‌های بصری تماشایی و اکشن‌های نفسگیر به تصویر کشیده شده است. ولی به زودی میفهمم. منظورت وقتیه که سلینو پیدا کنی؟ بله سرورم. باید به زادون بیا. اگه لوسیان میتونست به خونه یک متولد اصیل دسترسی پیدا کنه، 1 سال خورده قوی